رئیس ناحیه تیمورملیک بعد از 3 ماه اقرار شد که دختران را در فصل سرما به پیشوازش برآوردند، اما جلب دختران را با لباسهای تونک کار دست زیردستانش نامید. جو نماینده هم حکومت ولایت هم حکومت جمهوری بعد اشتراک میکرد، خیلی بعضی سبب حکومت جمهوری نماینده حکومت جمهوری اشتراک نکرده، نماینده حکومت ولایت بودن. ما در یک جایی انشاء قبول کردیم. اگر نوار میشید شما میدیدید که ما خودی همون زمان گفتیم که بچه‌م رحمت کلام برای قبول برای احترام در رفته لباستون نپوشید، همین چیز لازم نیست برای 16 نوامبر سال گذشته عکس‌ها از مراسم افتتاح داروخانه بایتاری در ناحیه تیمورملیک نشر شدند که خوانندگان مکتب با کرته‌های تونک بهاری رئیسان را پیشواز می‌گیرند. برعکس دختران، رئیسان و همراهانش با لباس‌های زمستانه نمودار بودند. این منظره بحث زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و جامعه به میان آورد. با انتقاد از عملکرد رئیس ناحیه تیمورملیک، کاربران نوشتند که شیوه جلب نورسان به پیشوازگیری بر رهبران زینه‌های پایانی هم سرایت کرده است. هنگام سفرهای پرزیدنت تاجیکستان در شهر و ناحیه‌ها نوابسته از فصل سال برای پیشوازگیری کودکان و نورسان را جلب می‌کنند. سال قبل رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوغد برای چنین شیوه پیشوازگیری تنقید شنید. منتقدان این عمل را گسترش شخص پرستی در زینه‌های مقامات و عمل نادرست می‌دانند. رهبران حکومت در نوبت خود همیشه میگویند از این عمل خوششان نمی‌آید. عملی که سال از سال نوابسته از انتقادها با شیوه‌های گوناگون اجرا می‌شود.